آقا دلار شد 100,000 تومان. دیگه تو این روزا همه باید یه شغل دوم برای خودمون داشته باشیم. خب مهندس چه شغلی رو شما پیشنهاد میدید تو این بازار؟ ببین این یه فیلتر هوای خودروه، یه کالای کاملا پرمصرف که شما میتونید اینو تولید کنید. ما سازنده دستگاه تولید فیلتر هوا هستیم. شما میتونید بیاید یه دونه این دستگاه رو خریداری کنید و توسط این دستگاه انواع اقسام فیلترهای هوای ماشین‌های ایرانی و خارجی رو تولید کنید. چند میلیون خودرو تو کشور ما وجود داره؟ شاید باورتون نشه بیش از 25 میلیون خودرو قابل تردد در کشور ما وجود داره که هر ماه باید تعویض روغنی برن و فیلتر هواشون رو عوض کنن. پس قطعاً هر خودرو به یک فیلتر هوا نیاز داره، درسته؟ بله درسته. حالا نظر چیه که بیای یه خط تولید فیلتر هوا رو اندازی کنی تا بتونی تمام فیلترهای ماشین‌های ایرانی و خارجی رو تولید کنی؟ پس من یه سوال برام پیش میاد، مواد اولیه این فیلترها از کجا میاد؟ از کجا باید تامینش کنیم؟ اصلا نگران مواد اولیه‌اش نباشید. مواد اولیه‌اش 0 تا 100 خودمون داریم که براتون تامین کنیم. چقدر عالی. خب اگه ما تولید کنیم این تولیدات رو باید چجوری به فروش برسونیم؟ اصلا نگران فروشش نباشه. ما در بحث فروش هم کمکتون می‌کنیم که بتونید محصولاتتون رو بفروشید. اطلاعات بیشتر رو براتون تو کپشن گذاشتم، حتما مطالعه کنید.